سلام به همگی. اینجا کانال چینی با زهراست و امروز یه نکته تلفظی داریم که این نکته تلفظی این هست که وقتی دو تا کلمه‌ای که با تون سه هستن در کنار همدیگه قرار میگیرن، تون اولیش تبدیل میشه به تون دو و این قانون تغییر تلفظ رو برای این گذاشتن که ما بتونیم راحت‌تر تلفظ کنیم، چون تلفظ دو تا تون سه در کنار هم یه خورده سخت هست. برای همین با هم دیگه صفحه کتاب رو میبینیم که اون رو هم بیشتر براتون توضیحش بدم و هم مثال هایی رو داره که با هم دیگه ببینیم و بشنویم که متوجه بشیم که این تغییر چه شکلی اتفاق میفته. که با هم ببینیم اینجا توضیح داده همین قانونی رو که گفتم. میاد که میگه دو تا تون سه، دو تا کلمه داریم اینجا که تونشون سه هست. ببینید نی ها، نی ها، هر دو تون سه هستن. بعد اینجا میاد تبدیل میشه به تون دو و سه. نی ها به این حالت تلفظ میشه. نی ها. ببینید خیلی راحت تر تلفظ میشه. پس این قانون دقیقا برای همینه که ما بتونیم خیلی راحت تر تلفظش کنیم. ردیف دوم، کلمات بعدی کو، ای، هر دو تون سه. کو، ای. الان میاد تبدیل میشه به تون دو و سه. کوی، کوی، به این حالت. ردیف بعدی فو، دا، فو، دا. بعد تبدیل میشه به تون دو و سه. به این حالت تلفظ میشه فودا، فودا. خب این قسمت ما یه جدول دیگه داریم که اومده یه سری مثال آورده که با هم دیگه تلفظش رو گوش میکنیم که بهتر یادش بگیریم. کلمه اول میگه که من الان اینا رو به صورت دو و سه تلفظش رو میکنم. با هم دیگه تلفظش رو بشنویم. میگه که نی ها، کوی، فودا، سیاجیه، کوی، یوفا، فایی، تاها، لیاجیه، یوها، یوسن، شوبیا. اینم از این. پس اینجا تلفظ ها رو با هم دیگه گوش کردیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خوب تمرین کنید. اگه تلفظ این کلمات رو هم خواستید، یعنی همون PDF کتاب رو و با صوتش رو، من توی کانال تلگرامم قرار دادم، میتونید اونجا برید دانلود کنید و خب خیلی بهتر گوش کنید مرتب تا بتونید یادش بگیرید. کانال منم سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.